سلام و درود خدمت بینندگان کانال 8fx. به کانال ما خوش اومدید. امروز اومدیم با اولین ویدیو تحلیل کانال در خدمت شما باشیم و نکات و اطلاعات مفیدی رو در خدمت شما دوستان قرار بدیم تا بتونید در معاملات خودتون به نحو احسن از آنها استفاده کنید. دوستان، مطالبی که در کانال عنوان میشه صرفا جهت تحلیل و از نقطه نظر و دیدگاه بنده و دوستان بنده در کانال ارائه میشه و برای شما قرار داده میشه و ملاک هیچ خرید و فروشی نیستن. یا فقط هدف ما اینه که با توجه به دانسته های خودمون کمک کنید تا شما تحلیل های بهتر روی سایت خودتون پیاده کنید و معاملات درست و بهینه‌تر رو انجام بدید. تا حداقل کاری که میتونیم برای شما انجام بدیم که این است که استاپ های کمتری بخورید یا از ضررهای شما جلوگیری بشه. هدف ما در این کانال در وهله اول حفظ سرمایه و در وهله دوم رشد سرمایه هستش. پس ما هدفمون اینه که ریسک‌های منطقی رو انجام بدیم تا در بازار ماندگار باشیم. دوستان عزیز، امروز 26 دسامبر 2024 هستش. دیروز که بازارها کلا تعطیل بودن، بانک هالیدی بود. مطابق این عکسی که در ویدیو برای شما قرار میدم، شما دوستان عزیز نمیتونید اسکرین شات بگیرید برای تعطیلات آخر سال و هفته دیگه این عکس رو داشته باشید تا بدونید بازار از که میتونه رواندی خودش رو پیش بگیره. دوستان، در این مواقع حتی الامکان از انجام معامله پرهیز کنید، معامله باز نکنید. اگر مدیریت ریسک ضعیفی دارید یا ستاپ های خیلی دقیقی برای این موارد باید داشته باشید. باید 1-2 سال قبل رو حداقل تعطیلات آخر سالش رو بررسی کنید، بک تست بگیرید تا بتونید با توجه به اخبار و اطلاعاتی که در بازار هستش کارمند بازار رو تشخیص بدید و بتونید معاملات خوبی رو بگیرید. دوستان، امروز برای ابتدای کار ما شاخص ابتداش وارد سایت فارکس فکتوری میشیم. وارد سایت فارکس فکتوری که شدید، در قسمت کلندر اخبار روزانه و قرار داده میشه. تقویم بازارهای مالی رو به ما نشون میده. میتونید شخصی سازی کنید از این قسمت، اخباری که مهم هستن رو تیک بزنید یا کلا همه رو تیک بزنید و اطلاع داشته باشید. و مثلا امروز که 26 بانک‌های استرالیا، کانادا، اروپا، اکثر ناحیه یورو، بریتانیا کلا تعطیل هستن. فقط بازار سهام امریکا از بعد از ظهر باز میشه. میتونین معاملات خودمون رو داشته باشیم. دوستان، برای اینکه اگرم انگلیسی بلد نیستین میتونید اکستنشن روی گوگل کروم یا مرورگرتون نصب کنید و از اون استفاده کنید برای ترجمه چیزهایی که اینجا هستن. اطلاعات خیلی خوبی برای شما اینجا موجود هستش. شما امروز مطالبات بیکاری اعلام میشه. شما از این قسمت میتونید تأثیری که داده بر بازار احتمالا قرار ایجاد بکنه اینجا نوشته. مثلا الان نوشته شده اگر پیش بینی هامون کمتر از نرخ واقعی که اعلام میشه باشه، برای ارز USD آمریکا خوب هستش، یعنی احتمال داره. مثلا پیش بینی شده 223,000 مطالبات بیکاری در این ماه داشته باشیم. اگر کمتر از نرخی که اعلام میشه در این قسمت، در قسمت اکچوال، اگر نرخی که اعلام میشه کمتر از این پیش بینی باشد، احتمال داره رشد دلار آمریکا شاخص DXY رو داشته باشیم. و اگر مشکل خاصی ژئوپلیتیکی هم در دنیا نباشه، احتمال داره که اطلاع ذهنی ریزش حداقل مقطعی رو داشته باشه. پس روزانه میتونید از این سایت استفاده کنید. مطالب زیادی در این سایت عنوان میشه. چرا این شاخص باید برای معامله‌گران مهم باشه؟ Why trade is scared. پس شما میتونید اطلاعات مفیدی از اینجا داشته باشید. دوستان، بریم برای تحلیل شاخص DXY. ما دید کلی ها از شاخص باید داشته باشیم، از چارت باید داشته باشیم. همونطور که میبینید در تایم
هفتگی شاخص دلار آمریکا بعد از اینکه اسپایک داشته الان در یک تریدینگ رنجی به سر میبره که سقف و کف تریدینگ رنج میتونه این نواحی باشه. پس ما انتظار داریم که در این نواحی یا با شکست سقف به سمت نواحی بالا حرکت کنیم. من تحلیل قبلی رو پاک کنم. دوستان اگر نگاه کنید متوجه میشید سقف یک بار بهش برخورد کرده، واکنش نشون داده، دوباره پرقدرت در تایم هفتگی حرکت کرده تا این سقف رو دوباره رد کنه و به سمت اعداد بالاتر حرکت کنه. در تایم هفتگی بر اساس پرایس اکشن اینجا یک ناحیه بوده که قیمت به صورت دیسپلیسمنت از این ناحیه ریزش داشته و پرقدرت ریزش داشته و اینجا در واقع یک ناحیه فیر ولیو گپ برای ما میسازه در تایم هفتگی. پس انتظار داریم بعد از اینکه در واقع سقف کانال این نواحی بوده که اکستند شده دوباره به سمت بالا حرکت کرده و انتظار داریم قیمت این نواحی 109 رو ببینه. حالا میتونه این هفته باشه که احتمالش خیلی کمه یا هفته بعدش بعد از اینکه بازارها به حالت برگشتن. پس در تایم هفتگی که نگاه کردیم در تایم روزانه هم بازار کلا همانطور که مشاهده میکنید بازار روند صعودی به سر میبره. یه دیسپلیسمنت خیلی بزرگم ما اینجا مشاهده کردیم. میتونیم دوباره اینو علامت بزنیم به عنوان یک فیر ولیو گپ ناحیه تایم روزانه. انتظار داریم قیمت این نواحی هم تست بکنه. اما برای امروز ما میایم نواحی که نقدینگی درش هستند و در تایم های 4 ساعته و روزانه بررسی میکنیم و منتظر ریاکشن قیمت به این نواحی خواهیم بود. ما اینجا سوینگ های داریم که این سوینگ ها برای ما یک ناحیه بای ساید لیکویدیتی هست که نقدینگی در اونجا قرار داره. نواحی که میتونه نقدینگی نواحی باشه که استاپ معاملات فروش در اونجا قرار داده یا استاپ معاملاتی که منتظر این سقف رد بشه و با استاپ اوردر داشتن. پس میتونیم اینجا منتظر معاملات خودمون باشیم و ریاکشن قیمت برای این ناحیه هم ناحیه سل ساید لیکویدیتی در تایم روزانه هستش. دوستان گذشته چارت ما بررسی نمی‌کنیم. هدف ما از ایجاد این کانالی که تحلیل خودمون رو در همون روز ارائه بدیم و در تایم سشنی که منتظر معامله انجام بدیم که تایم سشن ما نیویورک هستش منتظر میمونیم و ریاکشن قیمت رو در اون تایم و بر اساس اخباری که در بازار هستند و مشاهده میکنیم و بر اساس اون تریگر ورودی یا اون استاپی که استراتژیک خودمون داریم وارد معاملات سل یا لانگ میشیم، سل یا بای. دوباره تایم فریم 4 ساعته رو نگاه میکنیم. در تایم فریم 4 ساعته دوستان اگر نگاه کنن ما اینجا نزدیکترین نواحی نقدینگی هایی که بازار برای ما نشون داده و به قیمت نزدیک هستند ما مشخص میکنیم. دوستان ناحیه فیر ولیو گپ ناحیه هست که اکثرا یک بار تستن، یعنی چه احتمال داره ما اینو الان اگر نگاه کنید بزرگترش بکنید که مشخص بشه. این ناحیه است که برای ما ناحیه فیر ولیو گپ تایم 4 ساعته بوده. یک بار به این قسمت به این ناحیه برخورد کرده، دوبار برخورد کرده. هر بار که برخورد کرده ما این ناحیه خودمون رو آپدیت میکنیم. الان بار دوم هم برخورد کرده و ریزش خیلی خوبی هم داشته. الان این ناحیه رو دوباره آپدیت میکنیم در تایم
4 ساعته. پس انتظارمونه قیمت در تایم 4 ساعته به این ناحیه برسه، یعنی اوردر بلاکی که در ناحیه 4 ساعته تشکیل داده خودشو برسونه، نقدینگی های این بالا رو جمع کنه. بعد اگه این بر اساس داده‌ای که بعد از ظهر میاد، اگر ضعف دلار رو شاهد باشیم انتظار داریم اگر پیش بینی ها بیشتر از نرخ واقعی باشه انتظار داریم ریزش رو از این نواحی انجام بده. یعنی اگر ما دوباره نگاه کنیم نوشته اگر نرخ واقعی کمتر از پیش بینی ها باشد برای ارز دلار امریکا خوب است. پیش بینی ها نرخ واقعی کمتر از پیش بینی ها باشه، در اون صورت ما انتظار داریم اگر مطابق این پیش بینی ها باشه نرخ واقعی کمتر از پیش بینی ها باشه انتظار داریم از این نواحی ریاکت قیمت رو داشته باشیم، بازگشت قیمت رو داشته باشیم. اما اگر پیش بینی نرخ واقعی بزرگتر از پیش بینی ها باشه انتظار داریم این نقدینگی این نواحی رو تست کنه، بعد به سمت پایین قیمت به سمت پایین بیاد. دوستان نواحی لیکویدیتی و نقدینگی تایم 4 ساعته را رسم کنیم، سل ساید و بای ساید. این نواحی رو رسم میکنیم. در این نواحی ما در این قسمت دوباره یک فیر ولیو گپ داریم که قیمت بهش برخورد کرده یک دفعه و از اون ذره ریزکت شده. ما اینو دوباره آپدیت میکنیم به این ناحیه. پس شاخص دلار رو بررسی کردیم در تایم 4 ساعته. فکر نکنم نیاز باشه در تایم پایین‌تر چک بشه، ولی دوستان میتونن نگاه کنن. این ریاکت قیمت به این در تایم 4 ساعته به این فیر ولیو گپ بوده که مصادفه میشه. یعنی در همین فیر ولیو گپ شما میتونید ببینید که یک اوردر بلاک تایم 1 ساعته خیلی خوشگلم برای ما اینجا ایجاد کرده که قیمت ازش ریزکت شده به طرف بالا. یک ساعته. پس ما انتظار داریم بر اساس اخبار، اگر خبری که مطالبات بیکاری بعد از ظهر میاد، اگر اون عددی اعلام میشه کمتر از پیش بینی هاست انتظار داریم این نواحی رو تست کنه از این نواحی به سمت بالا بره. اما اگر اون نرخی که اعلام میشه بیشتر از پیش بینی ها باشه انتظار داریم نقدینگی این نواحی رو تست کنه، نقدینگی این نواحی رو جمع کنه، بعد از این نواحی به سمت پایین حرکت کنه تا این ناحیه رو که یک ناحیه نقدینگی هستش رو تست کنه و اثر خودش رو در اون تایم بذاره. اینجا هم یک اوردر بلاک تایم 1 ساعته خیلی خوشگل هستش که میتونید ریفاین کنید. من اوردر بلاک رو به همین صورت واسهتون رسم میکنم، شما میتونید ریفاینش کنید به این ناحیه، ولی من همین ناحیه رو رسم میکنم. خب برای شاخص طلای جهانی هم تحلیلمون رو انجام بدیم. تحلیل رو از ناحیه هفتگی نگاه کنیم. روند چارت رو ما ابتدا باید روند رو در بیاریم. بعد از اینکه روند رو فهمیدیم در تایم‌های پایین تحلیل خودمون رو انجام میدیم. چشمی هم نگاه کنید دوستان، روند یک روند سعودی خیلی عالی هستش که فکر نکنم روند سعودی به سمت پایین باشه. دوستان قیمت من انتظار دارم ناحیه خیلی بالاتری هم ببینه در تایم فریم هفتگی، چون روند سعودی به شدت خوبی هستش. نگاه کنید سقف‌های قیمتی که تشکیل داده در تایم هفتگی سقف‌هایی هستن که
به شدت از هم فاصله گرفتن و انتظار داریم این روند همچنان ادامه داشته باشه. دوستان در تایم فریم روزانه سقف و کفا رو بر اساس ارج تقاضا مشخص میکنیم یا بر اساس ICT و منتظر من این سقف و کفا رو امروز راست میکنم. تقریبا واسه یک هفته، بیشتر از یک هفته هم میتونه این سقف و کفا ادامه داشته باشن و ما تحلیل رو بعدش در تایم فریم های پایین‌تر برای اسکلپا انجام میدیم. دوستان نگاه نواحی نقدینگی هستن که انتظار داریم قیمت این نواحی رو در صورت صعود تست کنن یا نواحی باشن که تارگت معاملاتی که ما میخواهیم بگیریم این نواحی خواهند بود. پس ما این نواحی رو رسم میکنیم در تایم فریم روزانه. بعدش در تایم فریم روزانه قیمت میتونه به این ناحیه که یک ناحیه اوردر بلاک میتونه باشه، اوردر بلاک روزانه باید ریفاین بشه تا بهتر بتونیم ناحیه خودمون رو داشته باشیم، یا یک ناحیه FHG روزانه هم فیر ولیو گپ روزانه هم در این ناحیه داریم. این نواحی برای ما مهم هستن. این ناحیه میتونه هم ریزکشن بلاک باشه. دوستان توجه کنید، هم میتونه ریزکشن بلاک صعودی برای ما ایجاد بشه در تایم روزانه، هم میتونه یک بر اساس ناحیه ارز تقاضا یا RT میتونه اینجا یک ناحیه MPL باشه، مکس پین لول، ناحیه‌ای که نهایت ضرر معامله‌گران میتونه، معامله‌گرانی که قصد لانگ دارن باشه. خب دوستان در تایم 4 ساعته هم چارت رو بررسی کنیم. قصد داریم به صورت ساده چارت رو نگاه کنیم، زیاد نمیخوایم شلوغ بشه چارتمون و هدفمون فقط اینه که شما دیدگاه روزانه برای معاملات خودتون داشته باشید. دوستان همونطور که نگاه کنید در تایم روزانه 4 ساعته میشه گفت در یک رنج باکس قرار داره. قیمت میشه گفت در یک رنج باکس قرار داره و نوسانات خودش رو داره انجام میده. دوستان حتما روی چارتتون یا روی بلوکتی که هستش سشن ها رو مشخص کنید، تایم سشن هایی که هستش تا بتونید معاملات بهتری رو انجام بدید. در تایم فریم 4 ساعته نواحی رو برای خودمون مشخص کنیم. این ناحیه دوباره فیر ولیو تایم 4 ساعته است. بعد این نواحی که مشخص میکنیم ارزندگی ناحیه هم مد نظر داشته باشید تا بتونید هر ناحیه که میکشیم انتظار نداریم بس هم ناحیه دقیقاً کار کنیم، باید ارزندگی اون ناحیه هم تست کنید. یک اوردر بلاک 4 ساعته نزولی هم داریم. این ناحیه یک ناحیه شما بتونید این رسم کنید، یک ناحیه است که بالاتر از این ناحیه نقدینگی وجود داره. قیمت دوست داره خودش رو به این نقدینگی نزدیک کنه، چرا که قیمت با یک شارپ، یک دیسپلیسمنت خیلی عالی این ناحیه رو شکسته، یه BMS برای ما تشکیل داده. بالاتر از این نقدینگی میتونه اینجا یک اوردر بلاک تایم 4 ساعته هم وجود داشته باشه. این اوردر بلاک با اوردر بلاک تایم روزانه تداخل داره، پس این نواحی برای ما مهم هستن اگه بخواهیم شورت انجام بدیم در بازار، معاملات شورت رو بگیریم. در تایم 4 ساعته این نواحی میتونه ریزکشن قیمتی داشته باشه، چرا که یک سوینگ لوی اینجا تشکیل شده، سوینگ لوی که خیلی در تایم فریم
4 ساعته یک سوینگ لو خیلی عالی نیستش، ولی سوینگ لو هستش و پایین تر از این ناحیه اوردر بلاک تشکیل شده که این اوردر بلاک 4 ساعته باعث شده که قیمت این ناحیه این سقف بالاتر از خودش رو بشکنه و روند صعودی در این تایم فریم بگیریم. در تایم 1 ساعته هم اگر بررسی کنید دوستان خواهید دید که اینجا یک ناحیه نقدینگی قرار داره. قیمت تمایل داره این نقدینگی بالا رو تست کنه. در تایم 1 ساعته اینجا یک اوردر بلاک نزولی داریم، پس ما انتظار داریم قیمت در صورت صعود بر اساس داده‌ای که بعد از ظهر منتشر میشه این نواحی رو تست کنه. چنانچه داده بر اساس برخلاف قیمت طلای جهانی بود، انتظار داریم ریزش از این نواحی انجام بشه تا نواحی پایین. دوستان چون در تایم بالا شاخص طلای جهانی صعودی هستش، شما میتونید برای معاملات بلند مدت و سوینگ‌های بلند مدتی که نیاز در ذهن دارید در نواحی و کفای پایین‌تر میتونید خریدار طلای جهانی باشید به تارگت سقف 2700 2800 حداقل تارگت های کوتاه مدت. در تایم 1 ساعته دوباره چیزی رو تست کنید. اگه من اینو باز بردارم و سشن رو بیاریم، میتونید از قسمت اندیکاتورها سشن رو سرچ کنید و اون رو روی سرچ خودتون بیاندازید. در قسمت تنظیمات این گزینه رو تیکش رو بزنید تا فقط سقف و کف رو به من نشون بده. الان در تایم فریم 1 ساعته در سشن لندن باز شده. انتظار داریم بعد از که به سشن آمریکا میرسه این نواحی رو تست کنه. از اینجا منتظر معاملات شد خواهیم بود و اگر این اتفاق نیفتاد از کف‌ها استفاده کنیم برای معاملات لانگی که در ذهن داریم. دوستان مدیریت سرمایه در هر حالت فراموش نشه. ما هدفمون اینه که شما معاملات درسته رو در بازار بگیرید و زیان کمتر رو متحمل بشید. دوستان این ناحیه میتونه بعد از اینکه قیمت به سمت بالا حرکت کرد این اوردر بلاک 1 ساعته رو بشکنه. اینجا یک افیزی خیلی کوچیکی هستش که میتونه از اینجا ریاکت قیمتی رو شاهد باشیم به سمت تارگت های پایین تر و اوردر بلاک 4 ساعته سانتیم. اینجا اگر زوم کنم یک افیزی خیلی کوچیکی هستش که میتونه قیمت این اوردر بلاک رو تست کنه به این ناحیه برسه و از اونجا بر اساس داده‌ای که بعد از اون میاد ریزش خودش رو داشته باشه. پس دوستان که با اوردر بلاک معامله میزنن و پوزیشن خودشون رو اینطوری میکارن و پشت اوردر بلاک یکی دو پیپ بالاترش استاپلاس خودشون رو قرار میدن، دوستان این ناحیه هم مد نظر داشته باشید. اگر قرار باشه که اوردر بلاک استاپ رو این بالا قرار بدید، بالاتر این افیجی قرار بدید تا ناحیه سیفتری برای شما باشه. در تایم‌های پایین‌تر البته بعد از اینکه قیمت به این ناحیه رسید باید تریگر ورود خودتون هم
ببینید، چنانچه تریگر ورود در بازار مشاهده نکنید، حق ورود به معامله رو ندارید. باید شما برای خودتون تعیین کنید با چه ستاپی وارد معامله میشید، با چه ریسکی و چه میزان سرمایه رو شما درگیر معامله میکنید که اگر این میزان سرمایه از حسابتون کم بشه و از دست برید و متحمل ضرر بشید، شما بار روانی خیلی کمتری رو تحمل بکنید. شما باید حتما مد نظرتون باشه که چه میزان سرمایه‌ای در روز قرار هست ریسک انجام بدید روش. دوستان، نمیخوام در تایم پایین‌تر تحلیل رو انجام بدم، چون هنوز لایف اون تایم پایین‌تر برای لایف ترید مناسبه. ما فقط یک تحلیل کلی و از چارت برای شما قرار میدیم و شما بر اساس دیدگاه خودتون در تایم فریم های پایین‌تر اگر اسکلپر هستید میتونید از این نوعی که ترسیم کردیم نهایت استفاده رو ببرید. تا دوستان، در ضمن خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و از دیدگاه و نظرات خودتون ما رو بی‌نصیب نکنید و در کامنت ها هر دیدگاهی داشتید بدید منت و ما سعی میکنیم کامنت ها رو مطالعه کنیم و در اسرع وقت به کامنت شما دوستان عزیز جواب بدیم. پس خوشحال میشیم این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. امیدواریم که ایام خوبی رو داشته باشید. خوشحال میشیم با ما همراه باشید در ادامه و ویدیوهایی که در کانال قرار داده خواهند شد. پس تا ویدیوی بعدی و درودی دیگر، شب و روزگار با شما خوش و خدا نگهدار.